باورت میشه تو همین ایران خودمون یه روستاست که مردمش هنوز مثل زمان ساسانیان زندگی میکنن؟ اینجا روستای مزرعه کلانتره، یه روستای زرتشتی نشین وسط کویره است. دم در روستا یه مجسمه از سکه ساسانی گذاشتن که یعنی اینجا هنوزم یاد اون دوران زنده است. دین مردم اینجا از زمان ساسانیان تا امروز تغییر نکرده. تو هر خونه یه آتیشکده کوچیک دارن که خاموش نمیمونه، چون باور دارن روشنایی نماد زندگیه. خونه‌هاشون خشت و گلیه و مردم هنوز با گویشی حرف میزنن که ریشه در ایران باستان داره. یعنی خیلی از واژه‌هاشون با فارسی امروز فرق داره. مثلا به خدا میگن اهورا، به روز خوش میگن روشنبام و هنوز سلامشون اشم وهوه، یعنی نیکی و راستی بر تو باد. جشنایی مثل مهرگان، سده، تیرگان و نوروز زرتشتی رو برگزار میکنن. جشنایی که شاید تو کتاب تاریخ فقط اسمشون رو شنیدی، اما اینجا واقعا برگزار میشن. اونم با لباس سفید، آتش روشن و نغمه‌های باستانی، درست به همون شکلی که نیاکانمون برگزار میکردن. این روستا یادآور ریشه و اصالت ما ایرانیاست. اگه به سرزمینی که این همه فرهنگ و تاریخ داره افتخار میکنی، لایک کن و واسه دیدن ویدیوهای بیشتر مجله کاکتوس رو دنبال کن.